به خصوص این بازی بعد از 11 بازی بدون باخت استقلال بود و بعد از شروع طوفانی استقلال در 30 دقیقه آغازین یه بار دیگه میفرستن به روی دروازه. دیاباته یه لحظه قاطی کردن و توپی که تو دروازه نرفت. همه بلوش شدن بازیکن‌های استقلال از یه سمت و بازیکن ماشین سازی هم از سوی دیگر، اما توپ درون دروازه نرفت. یه بار دیگه ببینیم چه اتفاقی افتاد. دیاباته اومد سر و زد، حامد لک رسید، این سر مرتضی تبریزی در چارچوب نبود و این آخرین فرصت بازی برای استقلال هم به نوعی از بین رفت تا استقلال سومین شکست فصلش ثبت بشه و در امتیاز 29 باقی بمونه. همه ولو شدن. عجب صحنه‌ای بود این صحنه آخر.